به جلسه دوم از برنامه گذرگاه علم خوش اومدید. مهمان امروز ما دکتر عارف عبادی هستند. دکتر عارف عبادی مدرک دکتراشون رو در روانشناسی، سیاست، اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام در انگلستان گرفتن. بعد از اون برای دوره پست دکترا به دانشگاه کمبریج رفتن و روی پروژه‌ای مربوط به مبانی تکاملی قواعد اجتماعی کار کردن که حوزه‌ای هست که از یافته‌های روانشناسی تکاملیه. بحث تکامل فرهنگ رو هم در بر می‌گیره. بعد از اون به ایران برگشتن، در مؤسسه‌های مختلف تدریس کردن و همزمان به عنوان پژوهشگر با انجمن تکامل فرهنگی در آمریکا همکاری کردن. کتابی هم داشتن و ترجمه کردن در مورد روانشناسی تکاملی که موضوع بحث امروز ما هست. بالغ بر 550 صفحه بوده و متاسفانه مجوز ارشاد رو نگرفته. به دلایلی هم همونطور که خود دکتر گفتن امروزه دیگه از ایران خارج شدن و در کانادا ساکن هستن. خب بیش از این مقدمه چینی نکنم، سوالات رو شروع کنیم. دکتر جان، قبل از هر چیز تعریف شما از روانشناسی تکاملی چیه؟ عرض سلام و ادب خدمت شما و عزیزانی که برنامه رو تماشا میکنن. خوشحالم که منو دعوت کردید جناب مرادی و در خدمتون هستم. عرضم به حضورتون تعریف من از روانشناسی تکاملی فکر میکنم تعریف کلاسیک باشه. در واقع روانشناسی تکاملی شاخه در واقع جدیدی هستش از علم که با استفاده از یافته های حوزه تکامل سعی میکنه به ذهن انسان، یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم به رفتار انسان و همینطور مغز انسان نگاه بکنه و اصولاً معتقده که مغز یا ذهن انسان، حالا دعوا هست که آیا باید بگیم مغز یا بگیم ذهن، من هر جفتشو میگم چون نمیخوام وارد مجادلات بین در واقع این موضوع بشم، ولی ادعای اصلی این هستش که حالا ذهن انسان یا مغز انسان مثل دیگر ارگان‌های بدن عضوی هستش که در طول تاریخ تکاملی شکل گرفته و اهداف خاص رو دنبال میکنه برای بقا و برای تولید مثل در واقع شکل گرفته و ویژگی‌های خاصی رو داره. اینطور نیستش که بشه باش هر کاری رو کرد و به قول معروف یک لوح سپیدی نیست. در واقع کار اصلی روانشناسی تکاملی تبیین رفتار انسان با استفاده از در واقع یافته های تکامل هست در حالا شاخه‌های مختلف، چه زیست شناسی تکاملی، چه ژنتیک رفتاری و شاخه‌های مختلف. سوال بعدی که بود، آیا روانشناسی تکاملی هدف مشخصی رو دنبال میکنه و اگر بله، این هدف تا چه حد مورد توافق روانشناسان تکاملیه؟ در خصوص هدف خیال میکنم یه مقدار اختلاف عقیده وجود داشته باشه مثل تمام شاخه‌های علم. مثلا نمیدونم میشه گفت شیمی آیا هدف خاصی رو داره یا حتی مثلا فیزیک هدف خاصی رو داره. بیشتر فکر میکنم همونطور که عرض کردم خدمتتون سر روش در واقع اتفاق نظر وجود داره که اگر رفتاری رو میخوایم بررسی کنیم چه روش‌هایی رو باید به کار بگیریم. برای همین من راجع به هدف یه مقدار تردید دارم. بخش دوم سوالتون چی بود جناب مرادی؟ همین بود دیگه، اینکه توافقی وجود داره بین روانشناسا. خیال میکنم توافقی وجود نداره، اما از یه سری جاها یعنی راجع به هدف توافقی نیست ولی راجع به روش و شیوه مطالعه توافق وجود داره و اینکه یافته ها باید از چه ویژگی های برخوردار باشن توافق وجود داره. مثلا یه تفاوت عمده‌ای که روانشناسی تکاملی با شاخه‌های دیگه روانشناسی داره که بد نیست اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که روانشناسی تکاملی به قول معروف به دنبال جواب دادن ultimate question هستش. سوالهای دور یا سوالهای نهایی، دور معمولا ترجمه میکنن یا سطح دور از تبیین رو در واقع پیگیری میکنن، برخلاف شاخه‌های دیگه روانشناسی که بیشتر در واقع تمرکزشون بر سطوح نزدیک هستش. مثلا فرض بفرمایید شما اگه رفتاری رو ببینید مثل حالا یه سری از آرزه ها مثل دپرشن رو اگر شما ببینید، خب کسایی که عزیزانی که در حوزه روانشناسی کار میکنن، چه روانشناسان بالینی چه کسایی که تو حوزه مشاوره هستن، مطالعه میکنن دپرشن رو، سعی میکنن تبیینی ازش ارائه بدن و راه حل هایی هم ارائه میدن که چطور حالا مثلا موضوعی مثل دپرشن حالا یا اگزایتی یا انواع اقسام این مسائل رو بررسی کنن و درمان کنن. ولی وقتی وقتی روانشناسان تکاملی به این موضوع نگاه میکنن
در واقع دنبال تبیینش در سطح فرد نیستن، اصولا میخوان بگن چرا پدیده مثل دپرشن وجود داره و اینقدر در واقع جهان شموله در بین تمام انسان ها، تمام فرهنگ ها. تا حد زیادی شما میتونید اونو ببینید چرا انسان ها دچار دپرشن میشن به صورت کلی و آیا از لحاظ تکاملی این مزیتی برای انسان ها داشته یا نداشته. یعنی به سطح تبیینی دور میپردازن، نه سطح تبیینی نزدیک یا فرد. این تفاوت خب تفاوت اساسی هستش بین روانشناسی تکاملی و دیگر شاخه‌های روانشناسی. البته این موضوع کسایی که تو حوزه تکامل کار میکنن تقریبا تمامشون وقتی بحث تکامل اصولا مطرح میشه یعنی همین، یعنی بحث تبیین دور مطرح هست نه تبیین نزدیک. و اینجا در واقع هستش که یک حالا اتفاق نظری بین روانشناسان تکاملی وجود داره و اختلافشون هست با روانشناسی که تو حوزه‌های دیگه دارن کار میکنن. این رو هم اضافه بکنم خدمتتون که بعضیا تصور میکنن که کسی اگه در سطح دور داره کار میکنه مثلا این سطح تبیین دقیق تری هست یا بهتره یا مفیدتره. هیچ کدوم از اینا نیستش واقعا. اینا دو سطح، همونطور که من دائم تکرار میکنم، دو سطح متفاوت از تبیین هستن. هیچ یک بر دیگری برتری نداره به اون معنا. شما میتونید یه رفتار رو در سطوح مختلفی تبیین کنید و نتایج مختلفی ازش بگیرید. مثلا یه مثال دیگه براتون بیارم که امروزه حالا تو اخبار تو این چند وقت داریم زیاد میشنویم، بحث جنگ هستش، بحث خشونت هستش و خب خیلی‌ها درگیر این موضوع هستن. من بارها تو اخبار میخونم یا عزیزانی که تو شبکه‌های مجازی فعالیت دارن میبینم دائم میگن که مثلا فرض بفرمایید جنگ یا خشونت هیچ فایده‌ای نداره و اصولا نباید انسان این کارو بکنه. خیلی خوبه به عنوان یک آرمان اخلاقی این حرف درستی هستش. واقعا جنگ و خشونت در واقع چیز خوشایندی نیست، اما اینکه فایده نداره یه بحث دیگه است. اگر فایده نداشت این رفتار مطمئن باشید از بین رفته بود تا به حال. بنابراین جاهای فایده داشته جنگ و خشونت و جاهایی به بقای افراد، به بقای گونه ما کمک کرده. ولی این باز هم میگم این به معنای توجیه اخلاقی اون پدیده نیست. صرفا از لحاظ تبیین تکاملی اگر کسی بخواد به جنگ بپردازه، همونطور که خیلی‌ها پرداختن به جنگ و خشونت، پرداختن و راجع بهش صحبت کردن و سعی کردن اون تبیین بکنن از لحاظ تکاملی، برها دلایل خاص خودشو داره. و این موضوع مهمی هستش، یعنی دو سطح مختلفه. حالا عده‌ای هستن تو دانشگاه مثل دپارتمان‌های سیاست یا جامعه شناسی یا روابط بین‌الملل اگه تشریف ببرید معمولا یه بخشی دارن به اسم مطالعات مثلا کانفلیکت استادیز دارن یا مثلا تروریست استادیز دارن، مطالعات تروریسم یا مطالعات اختلافات. اینها در سطح نزدیک بررسی میکنن اینکه اختلافات چجوری به وجود میاد، چه در عواملی باعث میشه اختلافات بین دو تا کشور عموما تشدید بشه یا بین گروه‌هایی که حالا با هم درگیر هستن در یک منطقه. اینها معمولا به سطح نزدیک میپردازن چون یک بازه زمانی مشخص خیلی کوتاه از لحاظ تکاملی رو در نظر میگیرن. معمولا یه نسل خیلی که تازه بخوان مثلا فرض کنید مثل اختلافی که در حال حاضر وجود داره بین عرب و اسرائیل، اگر بخوان اینو تازه بررسی بکنن میشه مثلا تقریبا 50 سال 60 سال. شما هر چقدر هم برید حتی اگه 100 سالش هم کنید 200 سالش هم بکنید از لحاظ تکاملی عدد خیلی کوچیکی هستش، همچنان فوق العاده کوچیک عدد. برای همین این عزیزانی که تو این حوزه مطالعه میکنن در سطح در واقع نزدیک دارن موضوع رو بررسی قرار میدن که البته به جای خودش بسیار کارآمد و خوب هست. ولی خب ما سطح دور رو هم داریم که معمولا روانشناسان تکاملی یا کسایی که تو حوزه تکامل فرهنگ کار میکنن یا شاخه‌های مختلف با اون سطوح میپردازن. بسیار عالی. و سوال سوم این که حالا که در مورد ماهیت و فلسفه وجود این علم صحبت کردیم، اگه امکانش هست تاریخچه مختصری از روانشناسی تکاملی به ما بگید که ببینیم آیا این علم صرفاً محدود به حالا سالهای اخیره، یعنی نوپای، یا ریشه‌های بنیادی‌تر و خیلی تاریخی داره. عرض کنم به حضورتون که معمولاً اگر کتاب‌های روانشناسی تکاملی رو، نه همشون ولی اکثر کتاب‌های روانشناسی تکاملی رو اگر تورق بفرمایید، می‌بینید که معمولاً میگن روانشناسی تکاملی از
مثلا اواسط یا اواخر، حالا بستگی داره چجوری تنظیمش میکنن کتابو، دهه 1990 به وجود اومده در امریکا، در شهر کالیفرنیا، و معمولا از اونجا به بعد شروع میکنن راجبش صحبت کردن. ولی من فکر میکنم این یه بی‌انصافی خیلی، در واقع یه بی‌انصافی در نسبت به اتفاقای خیلی مهمی که تو سده گذشته افتاده. ببینید بعد از حالا اینکه داروین کتاب خودشون نوشت و حتی میشه گفت پیش از داروین، ببینید اگر بحث اینو مطرح بکنیم که اصولا تاثیر محیط، تاثیر فضا، تاثیر زیست شناسی بر رفتار انسان به چه شکل است، آیا تأثیری داره یا نداره، اینو تا جایی که من میدونم تا ارسطو هم میشه پیش برد، چون ارسطو معتقد بود که اصولا یه تفاوت اساسی بین انسان ها وجود داره و بعضی حالا که ما ایرانی هم اتفاقا جزشون بودیم، ما بربریان هستیم، از نظرش وحشی هستیم، و بعضی هم ذاتاً به دلیل اینکه حالا یونانی هستن که خودش هم جزوش میشد، اینا برتر هستن. حالا بیاید جلوتر انواع و اقسام نظریه مختلف در دوره هلنیستی مطرح شده. حالا بیاید دوره روشنگری، عصر روشنگری، مثلا مونتسکیو روح القوانین رو که نوشت، چند فصل در واقع اختصاص پیدا میکنه از تاثیر جغرافیا بر فرد. ولی اینکه حالا به صورت علمی موضوع مورد مطالعه قرار بگیره، باز هم من فکر میکنم از در واقع از قرن 19 حتی قرن 18 به این طرف کسایی مثل لامارک، حالا توی بحث تکامل ما معمولا لامارک رو خیلی جدی نمیگیریم، ولی به هر حال کسایی بودن که به صورت علمی تلاش کردن در واقع بحث تکامل رو وارد تبیین رفتار بکنن. بخشی از تاریخ، کاملا حق با شماست. و حالا اون یوز و دیسیوزی که لامارک ازش استفاده میکنه در مورد جانوران، اگر بیایم جلوتر خیلی میبینیم دارن پروبال میدن با اون. و البته بگذاریم که از این که معمولا توجیه های خیلی، یعنی در واقع میشه گفت نتایج خیلی خوبی ازش نمیگیرن. نتایجی که میگیرن معمولا اینجوری هستش که اروپایی‌ها برتر از بقیه هستن، که اینطور نیست. ولی به هر حال دارن تلاش میکنن که از این استفاده بکنن. ولی میرسیم به داروین که حالا به نظر من تازه از اونجا قضیه داره جا میفته و خوب پیش میره. تو صفحه آخر کتاب حالا منشأ انواع که همه خبر دارن، داروین جمله معروفش رو می‌نویسه که امیدوارم چیزهایی که تو این کتاب گفتم نوری بتابانه بر بقیه شاخه ها، و میگه بر روان انسان. ولی خب خودش راجبش صحبت نمیکنه. بعدها پسرش لئوپولد داروین میاد و حالا تو انجمن یوجینیکس در واقع انگلستان رو بنیان گذاری میکنن با گالتون و بعدها حتی هاکسلی میان و کم کم در واقع سعی میکنن بحث تبیین و بحث تکامل و وارد تبیین روان انسان بکنن. اما عرض کردم خدمتتون متاسفانه اون کارهایی که اول انجام شد به دلیل بروز جنگ جهانی دوم و حالا کشتاری که نازی ها رو انداختن و تصفیه نژادی که نازی ها انجام دادن، حتی حالا اسم نازی هم تا یه حدی بد در اومده، این صرفا نازی ها نبودن. تو امریکا هم ما خیلی شاهدش هستیم، تا میشه گفت حتی چند دهه گذشته همچنان بعضی از افراد رو ناخواسته عقیم میکردن و وجود داشتن. اینطور نیست که نازی ها صرفا در واقع این کار رو کرده باشن. در امریکا خیلی این موضوع رایج بود و اتفاقا یه حدی نازی ها از امریکایی ها کپی میگرفتن اون اول کار، برای اینکه میخواستن بدونن چه کار بکنین، چون تو آمریکا رواجش بیشتر بود. به هر حال سعی میکردن بررسی کنن، مثلا فرض بفرمایید با بررسی جمجمه انسان، کاری که گالتون میخواست انجام بده، میخواست حدس بزنه که هوش افراد چجوری هستش، چه ویژگی هایی دارن، و حالا کسایی که از لحاظ ویژگی های مورد نظر این حضرات اون ویژگی رو نداشتن، سعی میکنن حالا یا جلوی تولید مثلشون رو بگیرن یا کمشون بکنن. من یه مقدار وقتی راجع به مسائل صحبت میکنم اینو تاکید بکنم خدمت شما و حالا خدمت عزیزانی که گوش میدن. من بارها دیدم وقتی راجع به مسائل صحبت میشه یه طوری صحبت میشه که انگار مثلا فردی مثل گالتون یا مثل هاکسلی یا غیره، خیلی از این افرادی که تو این حوزه حالا حضور داشتن، هاکسلی که عرض میکنم منظورم جولیان هاکسلی هستش، نه تاماس هاکسلی،
معمولا اینطور تصور میشه که اینها یا آدمایی بودن که مثلا عقل درست حسابی نداشتن، یا آدمای مثلا دیوانه‌ای بودن یا مجنون بودن که این ایده به سرشون زده. اما اینطور نیست. ببینید باید زمان رو در نظر بگیریم و باید واقعا از لحاظ تاریخی تمرکز بکنیم بر اون زمان و مطالعه بکنیم که فرد چه اهدافی تو ذهنش بوده و میخواسته چه کار کنه و با چه روشی. این به این معنی نیستش که توجیهشون بکنم این افراد رو صرفا عرض بنده این هستش که امیدوارم دوستان ارزش گذاری نکنن روی این افراد، به این دلیل که این افراد در حوزه‌های خیلی گسترده معمولا کار کردن، معمولا جزو دانشمندان تراز اول زمان خودشون بودن تو حوزه‌های مختلف. حتی اگر مثلا کسی مثل گالتون کشفیات خیلی زیادی داره، همین اثر انگشتی که ما امروز داریم ازش استفاده می‌کنیم یکی از چیزایی هستش که گالتون در واقع بهش پی برد از مقایسه متعدد انگشت‌های دست انسان‌ها. یعنی اینجور نیستش که تمام در واقع کارنامه یک طرف رو با یک موضوع ما روش خط بکشیم. اینو من می‌خواستم اینجا تاکید بکنم. البته من موافق چیزی مثل یوجینیکس نیستم، ولی دارم میگم این اتفاقی که افتاده، این افراد به هر حال انسان‌های دانشمندی بودن. اگر هم میخواد مخالفت صورت بگیره باید در سطح علمی مخالفت صورت بگیره و نباید یک کاریکاتور از اونها ترسیم بکنیم. صرفا اینو توی پرانتز گفتم که حالا دوستان اگه خواستن بعداً پیگیری بکنن این نکته رو مد نظر داشته باشن. به هر حمله به شخص که حمله به شخص، چون اونا در واقع به اقتضای زمان و شرایط دورانشون بوده، یعنی بله. نمیشه اون خود شخص رو قضاوت کرد. بله، یعنی شما ببینید حالا الان بحث اون یوجینیکس بذارید اینو من تا یه حدی حالا راجعش صحبت بکنم. ببینید ما منظورمون از یوجینیکس چیه یا بهنژادی؟ صحبت سر اینه که این هستش که افرادی که ویژگی‌های به خصوصی رو ندارن، مثلا حالا گالتون صحبتش سر افرادی هستش که فقیر هستن، میگه اینا خب از لحاظ مالی خوب نیستن، از لحاظ هوشی هم معمولا هوش چندان درخشانی ندارن، تا انجام کارهایی که سخت هستش معمولا موفق نیستن، به دانشگاه نمیتونن برن، ازدواجاشون هم معمولا با افرادی هستش که در سطح خودشون هستن و وقتی ازدواج میکنن خیلی بچه میارن، مثلا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا بچه میارن. حالا با توجه به وضع بهداشت اون زمان خب بعضی از این بچه‌ها از بین میرفتن ولی عده زیادشون زنده میموندن. از طرفی گالتون میگه کسایی هستن که خب از نظر خود ایشون اشراف زاده هستن، اینا معمولا دیر ازدواج میکنن، خیلی دیر ازدواج میکنن، دوباره تو سطح خودشون ازدواج میکنن، معمولا 1-2 تا بچه هم بیشتر نمیارن. میگه از لحاظ آماری ما بعد از یه مدتی باعث میشه که یه سری از این آدمایی که به قول از نظر اون، حتی من با این نظر موافق نیستم، از نظر اون آدمای پست جامعه هستن تعدادشون افزایش پیدا بکنه نسبت به آدمایی که باز هم از نظر گالتون برتر جامعه هستن. و میگه این موضوع درستی نیست. قسمت پستی و حالا والا مرتبه بودن و پستی رو اگر بذاریم کنار، از لحاظ عددی حرف بی ربطی نمیزنه. داره میگه که افزایش جمعیت به شدت داره زیاد میشه و با معضل‌های انگلستان مواجه هست. باید یه فکری به حالش بگیریم. حالا فکر گالتون این هستش که بیایم عقیم کنیم مثلا عده‌ای رو، یا در واقع بیایم، حالا گالتون نمیگه عقیم کنیم، گالتون بیشتر تاکیدش بر این هستش که بیایم کسایی که طبقه بالای جامعه هستن تشویقشون کنیم به آوردن فرزندان بیشتر تا یه نوع توازنی در واقع شکل بگیره بین این دو طبقه. این ممکنه الان که ما تعریف میکنیم خب کسی بگه آقا این مثلا چه تفکر عقب مونده‌ایه، ولی ببینید ما تو اصلاح ژنتیک مگه غیر از اینه؟ الان کسایی که به هر حال از سطح درآمدی خوبی برخوردار هستن، حالا توی کانادا، توی امریکا، توی انگلستان، توی آلمان، تو بسیاری از کشورها میتونن تشریف ببرن و بگن ما یه فرزندی میخوایم، دوست داریم فرزندمون پسر باشه یا دختر باشه. یه سری ویژگی ها معمولا براشون میتونن تعریف بکنن. البته میگم بهتون که امکان خطا تا یه حدی وجود داره و اینها در واقع به نوعی دارن دستکاری میکنن، همونطور که بهنژادی دستکاری میکرد. الانم افراد خودشون تصمیم گیری میکنن که برای فرزندانشون چه دنیایی رو به وجود بیارن، حتی تا سطح ژنتیکیشون. یعنی بحثایی که الان تو حوزه اصلاح نژاد داره، عذرخواهی میکنم، تو بحثای تو حوزه اصلاح ژنتیکی داره مطرح میشه، یه سری از سوالات اخلاقی رو داره مطرح میکنه که چیزی اولش 150 سال پیش وقتی گالتون داشت حرف میزد اون سوالا مطرح شده بود. و اینکه آیا افراد اجازه دارن که دستکاری ژنتیکی بکنن روی فرزندانشون و ویژگی رو براشون انتخاب بکنن و تا چه حد میتونن تا چه حد نمیتونن
اگه میتونن آیا همه افراد نباید به این موضوع دسترسی داشته باشن؟ چرا فقط یه قشر خاصی باید دسترسی دارن؟ چرا مثلا کسایی که از لحاظ اقتصادی به طبقات پایینتری تعلق دارن اونا نمیتونن این کار انجام بدن؟ برای همین این موضوعاتی هستش که اتفاقا امروز دوباره داره به قول معروف پروندهشون باز میشه و دوباره داره به شکل جدیدی مطرح میشه و به شکل خطرناکتری هم مطرح میشه، چون در مقایسه با زمانی که گالتون یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که داره می‌نویسه، ما هم اطلاعاتمون از ژنتیک خیلی بیشتره و هم اون اطلاعات بیشتر قدرت بیشتری هم در اختیار ما قرار داده که بتونیم دستکاری بکنیم. یعنی موضوع جدی هستش و فکر نکنید این افراد اون زمان اگه این حرفو میزدن آدمای حالا نمیدونم بدجنس یا خبیثی بودن که این کارو میکردن. به هر حال تاریخچه رو داشتم عرض میکنم خدمتتون. به هر حال افرادی حالا عرض کردم مثل گالتون، مثل هاکسلی سعی میکردن که نوعی در واقع با توجه به فهمی که از تکامل داشتن یه نوعی کنترل جامعه رو انجام بدن، نوعی شناخت نسبت به افراد و رفتار انسان‌ها به دست بیارن و حتی در مورد هاکسلی در واقع تلاشش این بودش که یعنی جولیان هاکسلی در واقع تلاشش این بود که از این سطح هم حتی فراتر بره. یعنی بحث ترانس هیومنیسم که هاکسلی مطرح میکنه، جولیان هاکسلی صحبتش این هستش که ما تا الان در خدمت یا در قید تکامل زیستی بودیم، ولی با شناختی که ازش به دست آوردیم ما میتونیم خودمون رو از این محدودیت ها در واقع رها بکنیم. حالا اینکه چقدر اون حرف درست هست یا درست نیست و باش کار نداریم. بعد از اون باز حالا کسایی بودند که بحث جانورشناسی، رفتارشناسی جانوری توی در واقع اروپای قاره خیلی مطرح شد، خصوصا توی اتریش و آلمان و خب توی انگلستان که سابقه دیرینه داشته. و کسایی اومدم صحبتایی که مطرح شد این بودش که خیلی از مواقع کسایی مثل لورنس، کنراد لورنس، تینبرگن که حالا خیلی معروف هستش، کسایی مثل ریچارد دوکینز شاگرد تینبرگن بودن، یا مثلا چند تا شاگرد معروفش دوکینز فکر میکنم موریس هم از شاگرداش بود، دزموند موریس که کتاب معروف میمون برهنه رو نوشته، از شاگردای در واقع تینبرگن توی آکسفورد بودن. به هر حال صحبت این هستش که کسایی مثل لورنس، مثل تینبرگن، مثل فیشر اینا اومدن و با نگاه کردن به حیوانات یه سری ایده ها رو مطرح کردن و اون ایده ها هم حالا گسترده است موضوعاتش، ولی به هر حال یکی از مباحثی که مطرح شد این بودش که به نظر میرسه اون چیزهایی که در جانوران وجود داره، بحث غریزه‌ای که ازش صحبت میکنن ما میتونیم دستکاری بکنیم، میتونیم توش تغییراتی ایجاد بکنیم و در واقع شروع کردن مفاهیم جدیدی رو مثل خورگیری، مثل نقش‌پذیری رو مثلا لورنس اضافه کرد به ادبیات علمی ما که الان ازش استفاده میکنیم و بهمون نشون دادش که چطور میشه با یه سری از دستکاری‌ها در واقع رفتارهای بسیاری از جانورا رو عوض کرد. این حتی چیز حتی لورنس راجع به اردک و جوجه اردک بحث نقش‌پذیری رو انجام داد، ولی ما میدونیم که از لحاظ ژنتیکی هم حتی قبل از لورنس انسان‌ها خیلی وقته که دارن این کار رو انجام میدن، یعنی با دستکاری دخالت در تولید مثل با انتخاب به قول معروف مصنوعی باعث میشن که بعضی از ویژگی‌ها برجسته بشه، بعضی از ویژگی‌ها از بین بره. نمونه بارزش سگ هستش که به هر حال انسان‌ها با انتخاب در واقع مصنوعی خودشون باعث شدن که کم کم سگو که از گرگ در واقع ریشه گرفته ویژگی‌هاش به سمتی بره که خوگیریش با انسان خیلی راحت‌تر بشه، بتونه با انسان زندگی بکنه و ویژگی‌هایی که مد نظر انسان‌ها هست رو داشته باشن. به هر حال این عزیزانم بودند و شروع می‌کردن به کار کردن و این ایده کم کم شکل گرفت که رفتار انسان هم شاید تا حد زیادی تحت تاثیر مثل بقیه جانوران تحت تاثیر همون مکانیزم‌هایی باشه که تو دیگر جانوران می‌بینیم. ولی یکی از اتفاقای خیلی مهمی که تو دهه 1960 افتاد اونم حضور ویلیام همیلتون هستش که حالا بحث شایستگی فراگیر رو مطرح کرد و بحث تمرکز بر ژن ها مطرح شد، چون تا اون موقع اغلب تمرکز بر گروه بود، یعنی 1960 دهه 1960 خیلی بحث گروه بود، انتخاب گروه بود، ولی خب انتخاب فرد وجود داشت ولی در با معروف دست بالا رو نداشت. ولی همیلتون که اومد بحث
شایستگی فرگیری رو مطرح کرد. حالا اومدن بعدش کسایی مثل جورج ویلیامز اومد یه مقدار زبان ریاضی همیلتون رو قابل فهم کرد برای بقیه. بازم تو دهه 1960 بعدش رابرت تریورز اومد و حالا دهه 1970 که چند مقاله رابرت تریورز می‌نویسه، زیستشناس تکاملی که اون موقع دانشجو بود تو دانشگاه هاروارد، بحث در واقع سرمایه‌گذاری والدین رو مطرح میکنه، بحث مبانی در واقع تکاملی همکاری رو مطرح میکنه، بحث در واقع تقابل فرزند و والدین رو مطرح میکنه و همینطور میایم جلوتر تا میرسه مثلا به بحث سوسیوبیولوژی که مطرح شد توی دهه 1900 فکر میکنم اواخر 70 بود اونم. و دیگه کم کم یعنی میخوام بگم ادوارد ویلسون بحث سوسیوبیولوژی رو مطرح کرد که خیلی اون زمان سر صدا راه انداخت توی دانشگاه ها و جزو معدود دانشمندانی بود ادوارد ویلسون که به صورت فیزیکی باش برخورد شد توی دانشگاه. یعنی بهش حمله کردن توی که از صحنه‌ها دانشجویان ناراضی میان پارچه آب رو سرش خالی میکنن و خیلی یعنی به صورت فیزیکی حتی بهش حمله شد، خارج از اون چیزی که معمولاً عرف است. حالا معمولاً به صورت کلامی ممکنه به نفر حمله بشه و بعد یعنی تمام اینها اتفاق میفته. بعدش حالا انقلاب معمولاً میگن انقلاب علوم شناختی مطرح میشه که مغز دارای ویژگی‌های هستش، قسمت‌های مختلف مغز کارکردهای مختلفی دارن، چطور اون کارکردها شکل میگیرن و تمام این اتفاقات میفته تا ما میرسیم به دهه 1990 و بعد یک سری از حالا افراد که تو حوزه مختلف بودن، تو مردم شناسی، روانشناسی، جانورشناسی و اتفاقا توی دانشگاه هستن و اینا میان در واقع اینو به صورت مکتوب مثل یک نوع در واقع بیانیه میگن که آقا ما به نظرمون از این روش ها میشه به این شکل استفاده کرد برای مطالعه و این شاخه هم اسمش بعد حالا نمیگن اسمش ولی با عنوان روانشناسی تکاملی شکل میگیره و چیزی که ما میدونیم از روانشناسی تکاملی مثل خانم کاسمتیس، مثل دیوید باس و خیلی از عزیزان دیگه که تو اون محول هستن بعدشون همشون البته از پژوهشگران طراز اول میشن و از اونجا به بعد توی کتاب ها معمولا از اینجا شروع میکنن که روانشناسی تکاملی مثلا با این کتاب و با این آثار شروع میکنن شکل گرفتن. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون خیلی بی‌انصافی است واقعا. من نمیدونم مثلا اگر اتفاقی که همیلتون داره راجبش صحبت میکنه بحث شایستگی فراگیر، بحثایی که رابرت تریورز تو دهه 1970 انجام داده، اینا رو اگه کسی نادیده بگیره من نمیدونم چجوری مثلا میخواد برسه به روانشناسی تکاملی. یعنی خیلی اینها جدی هستن، سابقه حالا بیشتری داره. و این نکته رو هم بگم که اینو من سر کلاسام وقتی میخوایم روانشناسی تکاملی درس بدیم معمولا من مطرح میکنم ما خودمون وقتی درس میدیم روانشناسی تکاملی مثل حالا بسیار شاخه‌های علم مکاتب مختلفی داره. مکتبی که حالا تو کتاب ازش صحبت میکنم و همونطور که عرض کردم خدمتتون از دانشگاه کالیفرنیا شروع میشه، به این میگن مکتب سانتا باربارا، جایی هستش که در واقع دانشگاه کالیفرنیا هستش. اینها یک سری میشه گفت اصولی رو یا یک سری مبانی رو برای خودشون فرض میگیرن و با توجه به اون مبانی بحثشون رو پیش میبرن. تمام روانشناسان تکاملی که در حال حاضر دارن کار میکنن تو این حوزه لزوما به این مبانی اعتقاد ندارن. بعضی اعتقاد دارن، بعضی به این مبانی اعتقاد ندارن. من خودم چون انگلستان درس خوندم بسیاری از اساتیدی که من باشون در ارتباط بودم به این مبانی اعتقاد نداشتن. 2-3 تاشو قبول میکردم، بقیه‌شو مثلا فکر میکنم 5 تا 6 تا یا 7 تا در واقع اصول رو نوشتن و کار میکنن. گفتم مثلا ما این 2-3 تاشو میپذیریم، بقیه‌شو نه، به نظرم مثلا توجیه پذیر نیستش. یعنی اینو میخوام بگم که اینطوری نیستش که کسی اگر اون مبانی رو نپذیرفت پس دیگه روانشناس تکاملی نیست یا مثلا یه جای کارش میلنگه. نه، احتمالاً با اون مکتب تعلق نداره و خب حالا دلیل خاص خودشون دارن که چرا قبول دارن یا قبول ندارن اون مکتب. تا اینکه حالا شکل میگیره از اون موقع هم که شکل گرفته خب با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده. چون ولی صحبت من طولانی شد، من همینجا دیگه صحبت جمعش میکنم. خواهش میکنم. از در واقع از اون موقع هم که شکل میگیره اول کار روانشناسی تکاملی
خیلی موفق نیست بدون تعارف بهتون بگم. خیلیاش نظریه بدون پشتوانه، یعنی یه سری حرفا زده میشه ولی هیچ پشتوانه علمی براش وجود نداره، با مخالفت شدید هم روبرو میشه همون موقع. ولی خب کم کم که میاد جلوتر، به قول معروف اعتماد به نفس کسایی که تو حوزه کار میکنن افزایش پیدا میکنه و شروع میکنن به جمع کردن مدارک و منابع. حالا فکر میکنم جلوتر که بریم، چون احتمالاً بحث نقد ها هم مطرح بشه، اونجا اینو مطرح کنم فکر میکنم بهتر باشه. ولی به هر حال با یک فراز و نشیبی همراه بوده و امروزه که من با شما صحبت میکنم در بسیاری از دانشگاه دنیا هستن اساتیدش و درس میدن و کتاباش چاپ میشه توسط انتشارات دانشگاهی و نشریات داوری همتا دارن و بسیار هم تاثیرگذارن تو شاخه‌های مختلف. تو حوزه پزشکی الان بحث تکاملی داره مطرح میشه، پزشکی تکاملی، روان پزشکی تکاملی و داره برگزار میشه، روان درمانی تکاملی داره به هر حال بهش پرداخته میشه. حالا اینکه چقدر مثلا کسی مثل من یا کسی مثل عزیزانی که توی دانشگاه دیگه هستن با تمام اینها موافقن یا اصلا حاضرن که از واژه تکاملی براشون استفاده بکنن، جای بحثش جداست. ولی به هر حال دارم میگم بسیار گسترده شده. حتی الان حوزه‌ای هستش که داره وارد در واقع اخلاق سازمانی میشه، وارد بیزینس داره میشه. بخشی از شاخه اقتصاد رفتاری که تو دانشگاه تدریس میشه و یکی از شاخه‌های بالنده اقتصاد هستش که متاسفانه ما تو ایران نداریم. یکی از شاخه‌های بسیار بسیار جذاب اقتصاد هست، خیلی منابع خودش رو از حوزه روانشناسی تکاملی میگیره. البته خودشون پژوهششون رو انجام میدن ولی یکی از منابع اصلیشون که ازش تغذیه میکنن در واقع مباحث روانشناسی تکاملی هست. یارم عالی، مرسی از توضیحات کامل و دقیقتون. من فکر میکنم سوال بعدی من لابلای حرفاتون جوابش گرفتم، درباره در واقع اون ثابت بودن اصول بود و که صحبت کردید راجبش. سوال بعدی که یه خوردم برای من خیلی مهمه، این که با توجه به اینکه امروز علم روانشناسی، یعنی بحث تکاملی و فعلا کنار بذاریم، به طور کلی‌تر روانشناسی امروز می‌بینیم که حالا عمدن یا سهواً توسط عده‌ای، حالا یا از نادانستگی و یا از سوء استفاده‌ای که می‌خوان بکنن، سوء استفاده عامدانه در واقع مورد سوء استفاده قرار می‌گیره. می‌خواستم بدونم که چقدر روانشناسی تکاملی در خطر شبه علمه. خیلی فکر میکنم این بحث خیلی جالبی هستش و واقعا اینقدر بحث گسترده‌ای شاید بشه مثلا یه جلسه مجزا واقعا راجبش صحبت کرد، راجب بحث شبه علم و علم و اینکه چقدر در خطره. من خیال میکنم که بذارید اینجوری بهتون بگم، خود کسایی که تو حوزه روانشناسی کار میکنن الان در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم، یکی از اتفاقاتی که توی روانشناسی داره میفته و پژوهشگران و کسایی که توی حوزه کار میکنن باش درگیر هستن، بحثی هستش به اسم تکرارپذیری که الان تبدیل شده به یک بحران واقعا در روانشناسی. اینو من عرض میکنم برای دوستانی که حالا هم علاقه‌مندن و هم اینکه بدونن بد نیستش. ببینید اکثر پژوهش‌هایی که در حوزه روانشناسی انجام میشه، بخش عمده از این پژوهش‌ها در کشورهای غربی انجام میشه و حالا باز اون کشورهای غربی، مثلا فرض بفرمایید اگر 90% پژوهش‌ها در کشورهای غربی، از اون 90% باز دوباره یه چیزی هولوش مثلا 85% 90%ش، یعنی اگه اون 90% تبدیل کنیم به 100% دوباره بخواید در نظر بگیرین، در امریکا داره صورت میگیره. و به چه شکله؟ به این شکل هستش که معمولا وقتی میخواد پژوهشی انجام بشه، میان یه دونه برای در واقع برای اینکه جامعه آماری خودشون تعریف بکنن، معمولا یه درخواست میدن که کسایی که مایلن دانشجویان لیسانس، اگه دوست دارن یه پژوهشی داره انجام میشه در حوزه روانشناسی، اگه دوست دارید بیاین ثبت نام کنید به عنوان جامعه آماری، در واقع شما در این پژوهش شرکت میکنید، مثلا ساعتی $10 هم بهتون میدن و دانشجو خب میدن، چیز بدی هم نیستش. پژوهشی که چاپ میشد به این شکل بود. و یه اتفاقی که میافتاد و هنوزم میفته این هستش که بسیاری از یافته‌های پژوهشی که به دست میومد و میگفتم مثلا فرض کنید مردان این گونه‌اند، زنان این گونه‌اند، یا افراد نسبت به این عامل این گونه پاسخ میدن، این اصلا درست نیست. چرا؟ چون شما دارید یک
در واقع قشر بسیار کوچیکی از افراد تو کشورهای غربی مورد بررسی قرار میدین و در واقع جنرالایز کردن این به تمام بشریت و تمام آدم ها درست نیستش. یعنی تمام آدم ها ممکنه اون ویژگی‌هایی که شما میگین رو نداشته باشن و حتی خود مردمان اون کشور هم ممکنه اون ویژگی رو نداشته باشن. یعنی مثلا فرض بفرمایید دانشجوهای لیسانس آمریکایی نمایانگر مردم آمریکا نیستن از بسیاری از لحاظ روانشناختی و این یه معضلی رو به وجود آورد و البته این موضوع مطرح شد. تو سال 2007 عده پژوهشگر اومدن یه مقاله نوشتن و گفتن که ما با همچین چیزی هستش. بسیاری از این پژوهشی که داره انجام میشه تو کشورهایی هستن که اونا بهش میگفتن ویرد، که البته هم به معنی عجیب غریب انگلیسی هم منظورشون Western Educated Industrial Democratic حروف اول ایناست. میگفت تو این کشورها هستن و ویژگی‌هایی که شما میگین برای این افراده. بعد از این موضوع اومدن و گفتن که در واقع افراد پژوهشی که انجام شده بیایم و اینو ببریم تو کشورهای دیگه انجام بدیم با افراد دیگه، ببینیم آیا همون نتایج به دست میاد یا نه. و متاسفانه خیلی مواقع نتایج به دست نیومد و این تبدیل شد به یه بحران که در حال حاضر ما الان توش هستیم، بحران روانشناسی. اینو برای این گفتم به عنوان در واقع یه مقدمه که بگم ببینید در خود روانشناسی هم خیلی چیزایی که ما به عنوان علم میدونستیم و به عنوان حقیقت میدونستیم الان با چالش روبرو شده، ولی راه گذر از این چالش علم بیشتره، پژوهش بیشتره، آوردن شواهد بیشتره. ولی متاسفانه تو خیلی از حوزه ها من میبینم که اصلا از آوردن شواهد و تجربیات مردم به شدت نگرانن، یعنی انجام نمیدن، بسیاری اصلا حاضر نیستن وارد این بشن. ببینید تنها چیزی که برای من به عنوان حالا کسی که تو این حوزه داره کار میکنه من حاضرم بپذیرم شواهده. یعنی حرف شما ممکنه از لحاظ منطقی کاملا درست باشه 100%، ولی تا وقتی شواهد نیارین من نمیتونم حرفتون قبول کنم. و وقتی شواهد بیارین حتی اگه دلیلش هم ندونین برای من موضوع جالب میشه. ببینید اینجا هستش که ما میتونیم خیلی از مواقع علم از شبه علم جدا کنیم. مثلا بحث انرژی درمانی که آقا شما مثلا بشین توی تهران، من از مثلا تبریز برای شما انرژی میفرستم، شما خوب میشی. بعد بهشون میگی خب شواهدش چیه؟ میگن آره مثلا من برادر خانومم اینجوری خوب شده، داداش من اینجوری شده، خانومش اینجوری شده. اینا نشد شواهد علمی. این که شواهد علمی نیستش. ما باید اگه میخوایم ثابت کنیم همچین چیزش باید یه گروه تشکیل بدیم، مثل هر کار علمی دیگه یه بخشی رو در واقع روش مطالعه بکنیم، اونا رو مورد در واقع اون چیزی که شما فکر میکنید وجود داره قرار بدیم، جامعه آماری تشکیل بدیم، به هر حال گروه داشته باشیم و همه کارهایی که کار علمی میخواد و باید انجامش بدیم و بعد ببینیم چی میشه. خصوصا وقتی بحثا تو این حوزه میشه ما یه چیزی داریم به اسم اثر دارونما، پلابیسو افکت. تازه اونم باید در نظر بگیریم. بعضی وقتا افراد توهم براشون میداره خوب شدن، واقعا خوب نشدن، هیچ تأثیری نداشته روشون. یعنی باید به عده از افراد بگیم یه سری افراد دارن برای شما انرژی میفرستن در صورتی که کسی براشون انرژی نفرسته و ببینیم آیا اینا میگن ما بهتر شدیم یا بهتر نشدن. حالا این مثال ساده رو دارم عرض میکنم. یعنی تمام اینها رو باید بذاریم کنار همدیگه و بررسی کنیم. متاسفانه من نمیبینم همچین چیزی رو و خیلی از کسایی که میان راجع به روانشناسی حرف میزنن، یه مثال دیگه براتون بزنم. خیلی از کسایی که نمیخوام بگم همه، واقعا اینطور نیست، بعضی از دوستانی که توی این حوزه کار میکنن واقعا انسان‌های سنجیده، عاقل و به قول معروف اهل مطالعه پژوهش‌های علمی هستن، ولی من میبینم طرف مثلا دپرشن داره یا اگزایتی داره یا لرنینگ دیسوردر داره، اما اقسام حالا مشکلات. طرف میاد بهش میگه نه به خودت مثلا چیز نکن، تو میتونی این کار رو انجام بدی فلان. بعد شما میدین طرف رو میذارید زیر مثلا MRI یا fMRI، ببینید اصلا بخشی از مغز این بنده خدا آسیب بهش وارد شده. یعنی شما تا صبح هم بیایی به این بگی آقا نه به خودت بقبولون همچین چیزی نیستش، واقعا هیچ فایده نداره. یعنی فیزیولوژی مغز آسیب بهش وارد شده و این خیلی بده. کسی تو این حوزه کار کنه ولی حاضر نباشه به عضوی که داره راجبش صحبت میکنه یه بار نگاه بندازه یا اونو بسنجه. و اینها چیزایی هستش که حالا توی روانشناسی من میبینم. توی روانشناسی تکاملی به شکل دیگه‌ای داره مطرح میشه.
بذارید من اینجوری بگم، بحث سوء استفاده از روانشناسی تکاملیه. یکی از شایع ترین چیزهایی که من توی کلاسام میبینم، چه ایران بود چه خارج از ایران، مثلا خب یکی از مباحث خیلی مهم تو روانشناسی تکاملی بحث تفاوت‌های جنسی هستش. تفاوت‌های جنسی که وجود داره بین زن و مرد. مجددا عرض میکنم تفاوت‌های جنسی به صورت میانگینه. مثلا فرض بفرمایید ما اگه میگیم مردها خشن‌تر از زنها هستن، منظور این نیستش که شما یا بنده آدم‌های خشنی هستیم. نه، صحبت اینه که اگر شما 100 تا مرد رو جمع کنید بذارید توی یک محیطی و 100 تا خانم رو جمع کنید بذارید توی یک محیطی، احتمال اینکه دعوا بین مردها به وجود بیاد بیشتره، دعوای فیزیکی، تا اینکه احتمال بین خانم‌ها به وجود بیاد. برای همین چون پژوهشی که انجام میشه یه جامعه آماری دارن، هیچ پژوهشی نمیره تک تک مردای دنیا رو بگیره یکی یکی آزمایش کنه، اصلا همچین چیزی از لحاظ لوجستیکی ممکن نیستش. حالا ما تو روانشناسی تکاملی توضیح میدیم که چرا مردها خشن‌ترن، یا چرا مردها مثلا فرض کنید چیزی که خیلی مورد مناقشه قرار میگیره، تنوع به توجهشون به تنوع جنسی بیشتره، به صورت میانگین باز عرض میکنم، نه اینکه تک تک مردها اینطوریه. مثلا ما اینو که میگیم سر کلاس بارها شده که خیلی هم میان، حالا چه بعد کلاس چه حالا در حین کلاس، به ما میگن که خب مثلا من همسرم یا مثلا یا آقایی که باشون در رابطه بودم ایشون به من خیانت کرده و بعداً هم که مثلا من دادم در اومده گفتم چرا خیانت کردی، گفتم ما مردیم، ما ژنتیکمون اینجوریه، مثلا همینه که هست دیگه نمیشه کاریش کرد. مطلقا همچین چیزی نیست، مطلقا همچین چیزی نیست. میگفتم و شما با گفتن این حرف که مردها اینطوری هستن در واقع انگار داره توجیه میکنید کار اون مردها رو، یا در واقع کار اون مردها رو راحت میکنید برای انجام دادن اون کار اشتباهشون. من معمولا انواع اقسام حالا جوابا رو میدیم که معمولا تفکیک بین هست و باید، آقا علم به هست میپردازه، اخلاقیات به باید میپردازه، ولی اینا توی برای یه نفری که این بلا سرش اومده واقعا این بحث‌های فلسفی خیلی جواب نیستش، بحث‌های تئوریک. من معمولا یه جوابی که بهشون میدم این هستش، میگم اگر این اتفاق افتاد این رو هم بهشون بگین، چون ما تو روانشناسی تکاملی هم میگیم خانم‌ها به صورت میانگین دنبال مردهایی میرن که منابع و پرستیژ بیشتری داشته باشن. بنابراین فردا اگه مردی دیدم که از تو پولدارتر بود یا شأن اجتماعی از تو بهتری داشت، اگه منم ولت کردم رفتم، تو حق نداری بگی چرا ول می‌کنی میری، چون منم میتونم همین دلیلو بیارم که آقا ما زنا اینجوریم، به صورت ژنتیکی ما این کارو انجام میدیم، زیست شناسیمون اینجوریه. که البته هر دو حرف غلطیه، من نمیخوام توجیه کنم، دارم میگم ولی یه وقتایی واقعا افراد به قول انگلیسی چری پیکینگ میکنن، اون چیزایی که خودشون دوست دارن و جذب میکنن برای توجیه اخلاق خودشون. این یکی از چیزایی هستش که من میبینم بارها دیدم تو روانشناسی تکاملی اتفاق میفته، افراد برای توجیه رفتار غلط دست میارن به روانشناسی تکاملی. بارها اینو دیدم. مثلا ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم که دیگر هراسی، ترس از غریبه ها به صورت یه رفتار تکاملی یافته است در انسان، و خیلی هم میگن که خب بسیار خوب، در بسیاری از کشورهایی که ما مثلا جلوی ورود مهاجرین رو میگیریم یا جلوی اقوام دیگر رو میگیریم، پس ما کار غلطی نمیکنیم، داریم کار درستی میکنیم چون مطابق زیست شناسیمون هست. ببینید زیست شناسی اصلا و ابدا به اینکه چیزی خوبه یا بده نمیپردازه، اصلا مطلقا با این موضوع کار نداره که چیزی خوبه یا بده، صرفا با این کار داره که یک چیز چطور کار میکنه. خیلی از چیزهای طبیعی هستن که خوبن و خیلی از چیزهای طبیعی هم هستن که بدن. ما انسان ها به صورت طبیعی نه کشاورزی بلدیم انجام بدیم، نه بلدیم آتش روشن کنیم، نه بلدیم لباس بپوشیم، عرضم به حضورتون نه از فرهنگ و ادب و نوشتن و خوندن و اینا چیزی ها به صورت طبیعی ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. اینا همشون مصنوعن، عدم. ولی دلیل این نمیشه که چیز بدی باشن. پزشکی چیز کاملا مصنوعیه، اصلا طبیعی نیست. پزشکی ما به صورت طبیعی نمیتونیم کار پزشکی انجام بدیم، ولی کی حاضر بگه آقا پزشکی چیز بدیه؟ برای همین و بسیاری از چیزهای مصنوعی هم طبیعی هم هستن که در واقع خیلی بدن. عرض کردم خدمتتون مثلا خشونت به صورت طبیعی در انسان ها رخ میده، حسادت به صورت طبیعی رخ میده، بخشی یعنی دلایل تکاملی داره که چرا داره رخ میده، ولی این به معنی توجیه و موضوع نیستش. برای همین یکی از سوء استفاده‌ای که معمولا از روانشناسی تکاملی میشه که من
تا بیشترین میتونم بگم 90% سوء استفاده همین قاطی کردن این بحثاست. بحث‌های زیست شناسی و تبیینی و تکاملی و روانشناسی رو به بحث‌های اخلاقی قاطیش میکنن و سعی میکنن توجیه بکنن. این یکی دیگه این که چیزی که من میبینم، این البته ایراد در روانشناسی تکاملی اون زمانی که شکل گرفت وجود داشت و استیون جی گولد یکی از زیست شناسا برگشت گفتش که روانشناسی تکاملی داستان‌های من درآوردی سرهم میکنن. just so stories میگفت اینا. باز خودشون مثلا بهشون میگین مثلا دلیل این چیه؟ میگن آره آدما مثلا اون زمان احتمالاً این براشون یه سازگاری بوده مثلا و برای همین این رفتار مونده. اینم باز یکی از چیزایی هستش که من میبینم، البته در سطح یه مقدار بالاتر، مثلا کسایی که معمولا تا یه حدی تحصیلات دارن میبینن. و اونم این هستش که راجع به هر چیزی میخوان صحبت بکنن میگن که مثلا این یه سازگاریه. مثلا چرا خواب میبینیم؟ خوب خواب دیدن یه سازگاریه مثلا، واسه اینا داریم خواب میبینیم. ولی وقتی شما میگید که خب سازگاری چیه، اون وقت دیگه بحثا یه مقدار پیچیده میشه. اینو عرض کنم خدمتتون که ویژگی‌هایی که در انسان وجود داره، در رفتار انسان وجود داره، هر ویژگی لزوماً سازگاری نیست. سازگاری یکی از انواع ویژگی هاست. یعنی بسیاری چیزایی که شما در انسان میبینید ممکنه سازگاری نباشه. ممکنه مثلا فرض بفرمایید پیامد جانبی باشه، یا چیزی که توی ادبیات بهش میگن لچکی، توی ادبیات خودمون تو روانشناسی، یعنی پیامد جانبی یه چیز دیگه هستن. مثالشو برای شما عرض کنم خدمتتون. چند تا مثال من میزنم. ببینید یکیش مثلا اینه که اکثر نوزادان وقتی دنیا میان شست خودشون رو میمکن و اینو شما در نه تنها در انسان که در مثلا حتی فیل هم میبینید، فیل خرطومش رو میمکه. خب دلیل این چیه؟ مثلا یه نفر بگه آقا مکیدن شست یه نوع سازگاری هستش که مثلا کسایی که شستشون رو نمکیدن مثلا از بین رفتن بعدن تو زندگی. همچین چیزی نیست. خود مکیدن شست هیچ فایده‌ای نداره. یعنی اون شما چه بمکی چه نمکی اصلا هیچ چیزی تأثیری نداره روی بقای شما. موضوع سر اینه که نوزاد این کار رو انجام میده چون در واقع مایل هستش که از سینه مادر شیر بنوشه یا حیوانات دیگه که پستان دارن برای اونه. ولی این کار، خود این کار سازگاری نیست. این پیامد جانبی یه سازگاریه و نباید شما فکر کنید اگر یه همچین پدیده رو دیدید بلافاصله بگید خب حالا بیایم یه دلیلی براش از لحاظ تکاملی جور کنیم که چرا این مثلا انسان داره این کارو میکنه یا مثلا فیل داره خرطوم خودشو میمکه. یه مثال دیگه بزنم. داشتن نوک سینه در آقایان چه فایده‌ای داره؟ هیچ فایده‌ای نداره، چون آقایان که بچه رو شیر نمیدن. در خانم‌ها مشخصه سازگاریه برای شیر دادن به بچه است، ولی در آقایان چی؟ هیچ. این پیامد جانبی شکلگیری جنینه، چون ما داریم وقتی داریم شکل میگیریم به صورت اولش، حالا بعضیا میگن خنثی هستیم، بعضیا میگن هنوز شکل نگرفته و بعد جنسیت تعیین میشه. این در هر دو جنس وجود داره، ولی در آقایان این یک پیامد جانبیه، هیچ سازگاری نیستش. یا یه مثال دیگه بزنم خدمتتون. این البته هنوز محل منازعه هستش. مثلا اورگاسم در خانم‌ها آیا سازگاریه یا پیامد جانبیه؟ بعضیا معتقدن سازگاریه، بعضیا معتقدن نه پیامد جانبیه. مثلا بعضیا میگفتن که خب مردها تکلیف مشخصه واسه چی دچار اورگاسم میشن، ولی در خانم‌ها نه. یه خانم میتونه بدون اینکه دچار یعنی اورگاسم تجربه بکنه همچنان میتونه باردار بشه و تولید مثل بکنه و اینا وجود اورگاسم خیلی توجیه نداره. احتمالاً این پیامد جانبیه یه سری ویژگی است. بعضیا میگن که نه، چون خانم ها هم میتونن اورگاسم رو تجربه بکنن و اگر تجربه بکنن امکانه که جنین در واقع شکل بگیره، نطفه شکل بگیره خیلی بیشتر میشه. احتمالاً پیامد جانبی نیست و خودش یه سازگاریه. برای همین این موضوع که عرض می‌کنم خدمتتون هنوز اختلاف بین حضرات و داره بحث و پژوهش راجبش انجام میشه. برای همین بسیاری از ویژگی هم هست به این شکله و یه سری از ویژگی هستن که حالا بهش میگن پیشین سازگاری. در گذشته سازگاری بودن، امروزه سازگاری با معنی سازگاری نمیشه بهش نگاه کرد. مثل چی؟ مثل پرندگان برای پرواز ازش استفاده میکنن، ولی
لحاظ تکاملی برای پرواز به وجود نیامدن، برای حفظ گرما، حرارت، برای تنظیم حرارت در واقع به وجود اومده. چیزایی که ما داریم می‌بینیم که امروز شده پر. بنابراین در گذشته یک کارکرد داشته، امروز یک کارکرد دیگه‌ای داره، یعنی یعنی کاملا عوض شده اون کاری که در گذشته انجام میده. وقتی راجع به انسان هم صحبت میکنیم همینه، یعنی یکی از سخت‌ترین کارات وقتی توی پژوهش تکاملی میخواد انجام بشه اینه که اول شما نشون بدید اون چیزی که دارین راجع بهش صحبت میکنین چی هست. سازگاری، پیامد جانبی، پیشین سازگاری چیه؟ و این کار خیلی سختیه و نباید انسان فرض کنه که هر چیزی که میبینه پس اون سازگاریه. یکی دیگه هم باز این بین روانشناسی تکاملی خیلی رایجه، ولی بین کسایی که روانشناسی تکاملی رو به قول معروف سرسری میگیرن اصلا من اینو نمیبینم. روانشناسی تکاملی رو دو تا حوزه به شدت به قول معروف از دو تا حوزه تغذیه میکنن. یکیش جانورشناسیه و به خصوص پرامتولوژیه، در واقع نخستین شناسیه، و حوزه دومش هم حوزه انسان شناسی و مردم شناسی است. یعنی اگر شما میگید یک ویژگی سازش هستش، تو سازگاریه، اولا باید اون ویژگی در جوامع و فرهنگ‌های مختلف وجود داشته باشه، بنابراین شما برید سراغ مردم شناسی. و دوم که بازم نکته خیلی مهمی هستش، اگر تکامل یافته باید شکلی از اونو در گونه‌های نزدیک به ما که معمولا شامپانزه‌ها، گوریلا، بابونا اینا هستن باید ببینید. یعنی اینجا میشه اون وقت جانور شناسیش و باز عرض کردم پرامتولوژی به صورت به خصوص. یعنی دائما باید یه چشتون در واقع به مطالعاتی که در حوزه جانوران انجام میشه باشه و یه چشتون هم به حوزه‌ای که در حوزه مردم شناسی، مطالعاتی در حوزه مردم شناسی انجام میشه. ولی کسایی که باز از روانشناسی تکاملی به نظر من سوء استفاده میکنن معمولاً، یعنی اگه شما ازشون بپرسید این ویژگی که شما میگی در بقیه جا هم وجود داره، معمولاً جوابشون چندان مثبت نیست. مرسی از توضیحات کاملتون. شخصا خیلی یاد گرفتم و فکر میکنم که حتما برای مخاطبینم هم جذاب بود و هم آموزنده. به عنوان سخن پایانی آیا توصیه و پیامی برای مخاطبان و علاقه‌مندان این برنامه دارید؟ والا عرض کنم که توصیه من خیلی حالا مربوط به روانشناسی تکاملی شاید نباشه، شاید مربوط به همه حوزه‌های علم باشه. یکی این که واقعا اگر حوزه رو مطالعه میکنن به جد مطالعه کنن، و منظور منم از به جد یعنی اینکه بعد در طولانی مدت و با ثبات قدم مطالعه بکنید پژوهش‌های مختلفو. و اینکه متاسفانه چون خیلی از پژوهش‌ها به زبان غیر زبان فارسی نوشته میشه، یادگیری و تسلط به زبان دیگه یعنی یک بایده، نمیتونید بدون زبان تسلط بر زبان دیگه واقعا از منابع استفاده بکنید. فکر میکنم خیلی توصیه رو زیادشون نمیکنم، چون توصیه وقتی زیاد میشه دیگه کسی گوش نمیکنه، ولی همین دوتا، یکی این که واقعا به جد مطالعه بکنید و در طولانی مدت مطالعه بکنید. من خودم یکی از کسایی هستم که کتاب آقای حراری رو که میدونم تو ایران خیلی طرفدار داره به هیچ عنوان علاقه بهشون ندارم، یعنی میخونم همه رو، حتی همه رو نخوندم، از 3 تا کتاب از ایشون خوندم، ولی 3 تا کتاب واقعا به سختی خوندم، چون خیلی اطلاعات بعضا اشتباه، بعضا فرضیه رو جزء واقعیت جا زدن و یه چیزایی رو به هم ربط دادن که ما میدونیم اینا به هم دیگه ربط ندارن زیاده، و اینو فقط وقتی میتونید متوجه بشید که با منابع اصلی دست به گریبان شده باشید، خونده باشینشون و فکر کرده باشین راجبشون و با متخصصین حوزه صحبت کرده باشید. همین فقط می‌خواستم بگم که در واقع پیشنهاد من این هستش که در واقع توصیه هم این هستش به عنوان کسی که تو این حوزه هست، اینه که اولا تسلطتون رو به زبان زیاد کنید، حالا از زبانی که علاقه دارید که از زبان علم که معمولا الان انگلیسی هستش، و دیگه اینکه با ثبات قدم و اصولی مطالعه کنید. حالا اینکه اصولی مطالعه کردن یعنی چه جوری، فکر می‌کنم یه بحث دیگه میطلبه، ولی در واقع باید طولانی باشه مطالعه‌تون. همین. مرسی، خیلی لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین و ممنونم بابت وقت زیادی که گذاشتین و توضیحات کاملی که دادین. به امید دیدار. خواهش می‌کنم آقای مرادی، وقتتون بخیر، خداحافظ شما.